به نام خدا. حکایت تدبیر زن. پادشاهی به نام خسرو که خیلی ماهی دوست داشت یک روز با همسر خود شیرین نشسته بود که صیادی ماهی بزرگی برای او هدیه آورد و به خسرو داد. خسرو با دیدن آن ماهی خوشحال شد و دستور داد که 4000 درهم به صیاد بپردازند. شیرین به او گفت این کار تو بسیار بد بود، زیرا اگر از این به بعد تو به یکی از زیردستان خود چنین مالی ببخشی، او این بخشش تو را بسیار ناچیز به حساب می آورد و می گوید من در نزد پادشاه حتی به اندازه آن صیاد هم ارزش نداشتم. خسرو گفت راست گفتی، اما بسیار ناپسند است که پادشاهان عطا و بخشش خود را پس بگیرند. شیرین گفت من راه حل و چاره‌ای برای پس گرفتن بخشش تو پیدا می‌کنم. خسرو گفت چه چاره‌ای؟ شیرین گفت او را حاضر کن و به او بگو این ماهی نر است یا ماده. اگر گفت ماهی نر است بگو ماهی ماده می‌خواستم و اگر گفت ماهی ماده است بگو ماهی نر می‌خواستم. خسرو او را حاضر کرد. هنگامی که صیاد برگشت خسرو از او پرسید این ماهی نر است یا ماده؟ صیاد تعظیم کرد و گفت ای پادشاه این ماهی نه نر است و نه ماده بلکه خنثی است. خسرو از سخن او خندید و 4000 درهم دیگر به او جایزه داد. صیاد درهم‌ها را در کیسه‌ای که همراه خود داشت گذاشت، کیسه را بر دوش گرفت و خواست که آنجا را ترک کند. ناگهان یک سکه از کیسه او بر زمین افتاد. صیاد فوراً کیسه را بر روی زمین گذاشت و برای برداشتن سکه خم شد و سکه را از روی زمین برداشت. در حالی که خسرو و شیرین او را نگاه می‌کردند، شیرین گفت ای پادشاه خسیسی و پستی این مرد را مشاهده کن و بدان هنگامی که یک سکه از کیسه او بر زمین افتاد نتوانست بپذیرد که آن یک سکه را رها کند و برود. خسرو با شنیدن این سخنان شیرین از طبع پست صیاد خشمگین شد و گفت راست گفتی. پس دستور داد صیاد را برگرداندند و به او گفت ای پس فطرت و ای خسیس، چگونه برای یک درهم کیسه خود را بر زمین گذاشتی و آنگونه خم شدی؟ صیاد دوباره تعظیم کرد و گفت خدا زندگی پادشاه را طولانی گرداند. من آن سکه را به خاطر این برداشتم که در نظر من ارزش داشت، بلکه علت این که من سکه را برداشتم این بود که در یک طرف سکه نام پادشاه و در روی دیگر سکه تصویری از صورت پادشاه نقش کرده بودند. پس ترسیدم که کسی ناخواسته و ندانسته پا بر روی آن سکه بگذارد و نسبت به نام و تصویر پادشاه که بر روی سکه نقش بسته است بی احترامی صورت گیرد. خسرو با شنیدن سخنان صیاد او را تحسین کرد و 4000 درهم دیگر به او بخشید و دستور داد جارچیان در شهر اعلام کنند و بگویند که هیچ کس نباید از زنان پیروی کند و سخنان آنها را بپذیرد، زیرا اگر کسی از آنها پیروی کند در برابر 1 درهم 2 درهم ضرر و زیان به او میرسند. امیدوارم همیشه بهترین سهم زندگیتون باشه. دوستان عزیز متشکرم که تا آخر داستان همراه من بودید. خوشحال میشم نظرتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید و با لایک و سابسکرایب از کانال من حمایت کنید. خوشحال میشم این کانال رو به دوستانتون معرفی کنید. تا داستانی دیگر، خدا نگهدار.